بینندگان عزیز و ارجمند السلام علیکم. شام هر یک شمایان را به خیر و شادی میگوییم. امیدواریم همیشگی صحت و سلامتید. تلویزیون هفت ستاره تصمیم گرفته است که هفته یک مرتبه و البته تکرارا روز شنبه به برنامه طبی تفسیر طبیبان را منظور هر یک شمایانی عزیز گردانیده باشیم. یادآور میشویم که برنامه با همکاری ریاست تندرستی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت و اینچنین مرکز تشکل طرز حیات سالم ولایت سوخت کار می‌آید و ما در هر برنامه عائد یک نمود بیماری با متخصصان ورزیده ساحه صحبت می‌آوریم تا آنکه که برای هر یک شمایان عزیز عائد علامت، راه‌های درستی طبابت و دوامداری طبابت این یا آن نمود بیماری برایتان معلومات‌های مفصل پیش آورده باشند. پس از چند لحظه باشد مهمانی برنامه و موضوع برنامه را برایتان معرفی خواهیم کرد. بینندگان عزیز برنامه را ادامه می‌دهیم. این نوبت در مهمانی ما محترم اکرام فرهاد انورویچ، مدیر شعبه بیماری‌های روحی نفس شوش و بادیگرمی بیمارخانه کلینیکی بچگانی ولایت سوخت تشریف آوردند و خب دکتر تشریفتان را خیر مقدم می‌گفتیم. و تا جایی که به بینندگان عزیزی ما معلوم است ما در هر برنامه عائد یک نمود بیماری با دکتران ورزیده و پرتجربه هم صحبت می‌شویم و مهمانان برنامه ما به بینندگان عزیز عائد علامت، راه‌های درستی معالجه و طبابتی این یا اون نمود بیماری ها اندیشه و مصلحت های خود را پیش می آورند و این نوبت ما تصمیم گرفتیم عائد بیماری صحبت کرده باشیم که چون بیماری روحی نفس است. من میخواستم اندیشه شما رو در اول از عائد همین بیماری هایی که وابستگی دارد به کودکان شنویده باشیم و بعدا بیشتر ایستاده باشیم عائد همین بیماری که چنانه که در بالا نام بردیم. مرحبا. تشکر زیاد. نسبت بیماری‌های شدید راه نفس که در آغاز فصل‌های سرد سال آغاز می‌یابند، گفتم ممکن که این یکی از بیماری‌هایی که بسیار وامی خورد بین کودکان. موافق ادبیات‌های طبی تا 60-70% بیماری‌های سرایتی این بیماری‌های شدید راه نفس میباشد. از همه بیماری‌های سرایتی 60-70% را تشکیل میکنند. بیماری‌های شدید راه نفس برانگیزنده دارند. این برانگیزنده ها از 8 عائله ویروس ها میباشند که حاضر بعد از همین اپیدمی کرونا ویروس مردم برخوردار میباشند. کرونا ویروس، ادنو ویروس، کرونا ویروس و حاضر متاپنیوم ویروس در بین خلق مشهور شدگی. اینها برانگیزنده یعنی بیماری سرایتی راه نفس می باشند. اینها از سبب آنکه در فصل‌های سرد سال مسئولیت راه نفسی و کودکان سست می شود، از همین سبب در این فصل‌ها بسیار شدنی مقدار این بیماری‌ها دیده می شود. خب اینجا تشکر زیاد یک معلوماتی کوتاه و مفصل و مکمل برای بینندگان عزیز بود. عادتاً دکتر میگفتید به همون شعبه‌ای که امروز فعالیت میبرید و کاری رو پیش برده ایستادید کودکان از چند سال تا چند سال بستری کنونیده میشوند؟ عموما بیمارخانه کلینیکی بچگانه این بیمارخانه مخصوص گردانیده میباشد از دارای 10 شعبه طبابتی بوده. در آنجا از جمله بیماری‌های کودکانی از تولد تا سن 18 سالگی کمکی مخصوص گرداندنی خود را میرساند. از جمله شعبه بیماری‌های راه نفس شوش و بادیگرم که دارای سیکت میباشد و به کودکانی از 2 ساله تا 18 ساله ولایت با بیماری‌های راه نفس کمکی طبی خود را میرساند. و اینجا من بسیار میخواستم دکتر عائد بیماری شدید روحی نفس کمتر نظری شما رو چقدرتر شنویده باشیم. اصلا بعضا حالتهایی می شود که در عائله گوییم در خانواده اگر پدر بزرگ و مادر بزرگان باشند نبیره هایشان گوییم کمی به سلفیدن آغاز کند یا گوییم به کم حرکتی آغاز کند میگویند که حتما باید یک مرتبه به طبیب کودکانه بر شاید فرزندت رو شمال زده است. من میخواستم عائد همون اندیشه کهنسالان یعنی شمال زده است شنویده باشم. خیلی که گفتیم برای
انکشاف یافتنی بیماری سیروئیدی از جمله بیماری شدید روی نفس یکچه عامل‌ها لازم سبب‌ها شدنش دکار که برای همون بیماری انکشاف یابد. یکمش این خیلی گفتیم یکم این دارو بودنی برانگیزنده. دوم راه‌های گزارش و سوم این عامل این شخصی به همین حساسناک به همین برانگیزنده حساسناک. وقتی که همین سه چیز در یک جا جمع می شود بیماری سیروئیدی خروج می یابد. وقتی که از همین راه‌ها یگانش نباشد بیماری سیروئیدی هیچ وقت انکشاف یافته پهن نمی شود. برای همین این را دانستن ما دکار. وقتی که هوا سرد می شود و آدم‌ها در خانه‌شان جمع می شوند در یک خانه خرد بسیار آدم جمع می شود جمع شوی بسیاری مقداری آدم دیده می شود در آنجا آب و هوای خانه برای انکشاف یافتنی این برانگیزنده ها مطابق می شود. برای همین به این عامل ها نگاه کرده راه‌های پیشگیریش هم هست بیماریه. و یکی از این راه‌ها ما گفتیم مبارزه با برانگیزنده و منبع بیماری. منبع بیماری شده میتونه شخصی بیمار. شخصی بیمار. برای همین اساساً این بیماری ها اگر مشاهده کرده باشید اساساً از تشکیلات های تا مکتبی و مکتبی کودکا بیمار شده به خانه می آیند. چون که در آنجا مقدار بسیاری کودکا می بیان مابین ها بیماران هم هست. بیماران هست اون بیماران به دیگر یار دوستاشون اون بیماری میگذره. برای همین برای پیشگیری کردن انکشاف پنجشوی بیماری یکمش به سلامتی اون کودکان در تشکیلات تا مکتبی اهمیت جدی دادنشان دکار. هنگامی به تشکیلات های اون کودکان وارد شدنی ها اونها رو از معاینه گذراندنشان دکار که مبادا در اونها اگر نشانه های بیماری باشد اونها رو درها جدا کرده به خانه‌شان فرستادنشان دکار برای پهن کردن بیماری مابین کودکان. اینجا من بسیار میخواستم دکتر آیدی اندیشه شما چون گفتید مؤسسه های تا مکتبی آیدی گذرانیدن معاینه طبی و یا معین کردن بیماری در کودک پس اون چگونه معاینه گذرانیده میشه و چگونه معین کرده میشود؟ مثلا اگر گوییم در یک وقت شاید 10 نفر کودک برابر اومد این معاینه ها چقدر نیست. من برای همون گفتم که وقتی که کودک پدر و مادرش می آید آنها یک بار معاینه کرده گولیش بینن سرخیش هست نیست و عقد شوردنی و لاب از بینی یا که حالت حرارت کودک رو سنجیدن و نشانه های بیماری در کودک بیمار از روی جوجه معلوم میشه. و اینجا بسیار میخواستم آیدی انا همون نشانه یا علامت های بیماری چون که خود شما علاقه آغاز نمودید باز کمتر نظری شما رو بیشتر میفهمیدیم تا اونی که هستند مادران جوانی که شاید یکم فرزند رو امروز به کمال رسانیده ایستادن شاید برای اونها این نوع است الان وقتی که این لحظه شما گفته میگذارید باوری کامل دارم که همچون دستور عمل خوب به خاطر خواهند گرفت تا اونی که وقتی که انا همین علامت هایی که شما این لحظه گفته میگذارید دیدن حتما نزد طبیب ببرند تا اونی که بیماری خروج نیابد. البته یکی از نشانهای اساسی بیماری این بلند شدن حرارتی کودک می باشد. دوامی چند ساعت یا روز دکتر؟ خیلی وابسته ندارد. میتواند کودک در دوامی یک چند ساعت بعد از تماس با بیمار حلقه تسبش بلند شدنش ممکن. وقتی که حرارت کودک در دوامی یک روز دو روز حرارت پس نمی شود آنها باید در حال به معاینه طبی مراجعت کنند. اینچنین در کودک بی‌حالی بی‌مداری دیده می شود پس شدن اشتها اینها همش نشانهای اولی بیماری می باشد که در همین نمودی برانگیزنده یخخله. اینچنین در کودک پیدا شدن سلفت مشاهده شده. سلفه کوتاه یا سلفه های پیاپی؟ سلفه اول سلفه خشک
کوتاه آهسته شکوه صوفه ها بلغمدار میشوند، نمناک میشوند و پای در پای شدنش ممکن. حاضر اساساً بیماری های مراجعت کردستگی با همین نشانه های صوفی سختی پای در پای که در کودک ناراحتی میبرد مشاهده میشود. از همین سبب والدین طبابت میکنند در خانه خودشان، طبابت میکنند یک روز دو روز سه روز، بعد وقتی که حالت کودک بهتر شد بعد معاینه طبی مراجعت میکنند. آیا در اون حالت دیر نمیشود دکتر؟ البته در روزهای اول مراجعت کنند پیشگیری آرزه های بیماری بهتر میشود. وقتی که طبابت میگیرند، وقتی که طبابت نتیجه نمیدهد آنگاه آرزه های این بیماری پیدا می شوند که اینها به مثال التهاب شوش، التهاب معینی سر، دیگر نموده التهاب که وزن میگذرانند کودک پیدا شدنش ممکن. برای همین در حال کودک والدین باید دکترهای عائلوی که هستند منطقوی آنها را دعوت کرد نشان دهکار. کودک رو به مرکزهای سلامتی بردن لازم نیست، چون که در آنجا میروند، در آنجا باز جمع شوی همین بیمارو میشود، باز این برای پهن کشتن بیماری مساعدت میکند. از همین سبب کودک رو باید دکتر رو باید به خانه دعوت کنند. نه زودی کودک رو به مرکزهای سلامتی. و اینجا بسیار میخواستم دکتر اندیشه شما رو آیدی باز یک سوال دیگری شنویده و دانسته باشید که بعضا حالتهایی میشود که میگویند که کودکم خوراک نخورده ایستاده است، یا میگویند گلوی کودکم درد کرده است، یا میگویند کودکم همین چند روزی آخر خیلی گریه های یک نوزیبی پیدا کرده است که گویا حتی به بیحالی هم آورده میرساند. آیا این هم وابستگی دارد به این بیماری که الان شما گفته ایستاده اید؟ البته این هم از یکی از نشانه های این بیماری می باشد. خیلی که گفتیم برانگیزنده سرایت به همه عضوهای ارگانیسم تاثیر خود منفی خود را میرساند، از جمله به سیستم های مرکزی، سیستم اعصاب ها تاثیر خود را میرساند. از همین سبب در کودک بسیار ناآرامی از سبب درد سر، درد مشک ها دیده می شود، ناآرامی، خوراک نخوردن، بعضی وقت از سبب تاثیر بلند و ناآرامی زیاد در کودک تشنجی مشک ها هم مشاهده شده. البته از همین سبب این نشانه هایی که به والدین دانست نشان دهند ضرور است. هنگام پیدا شوی همین نشانه های خطرناک آنها باید در حال طبیب خود را دعوت نمایند. آیا دکتر می شود در حالت سری وقت یا نفهمیدن یا بی اهمیتی ظاهر کردن مثلا همین نمودی بیماری توفافتی کودک حتی آورد رسانیده باشد؟ البته از روی ادبیات طبی بیماری شدید روی نفس یکی از جایهای اساسی خیلی گفتم بین همه عمومی سرایت های کودکانه جایگیر می باشد و جاهای اولین سبب های فوت کودکانه هم شده می تواند. یعنی این نمود بیماری؟ البته بیماری شدید روی نفس یکی از سبب‌های اساسی فوت کودکان میباشد. و اینجا مهلتی طبابت و معالجه این بیماری از چند تا چند روز طول میکشد دکتر؟ و در کدام حالت طبیبان توصیه میدن که کودکی بیمار رو حتما بستری کنند، نه در شرایطی خانه معالجه کنانیده باشند؟ البته این دوامناکی عمومی بیماری شدید سرایتی روی نفس در دوام یک هفته خودش انجام خودش رو یافتنش لازم. لیکن بسیار سبب ها که به وزن گردانیدن حالت کودک سبب دیگر و که در کودک بیماری همراه باشد، مثال کم خونی، یکم بیماری های مزمن داشته باشد، از سبب بیماری های کم غذایی داشتنش، دیگر عامل ها که به مقابلیت ارگانیسم مساعدت نمی کنند. از همین سبب در این کودک ها وزنشوی و آرزه های بیماری مچخیلی گفتم پیدا شدنش ممکن. از همین سبب ما در بیمارخانه ما با آرزه های سرایت شدید روی نفس به مثال التهاب شدید برونخا با انسداد، التهاب ششها و دیگر آرزه های بیماری که
ба вазнишавӣ ҳолати кӯдак мебиёд, мо дарҳол ба беморхона бистарӣ менамоем ва табобати махсус гардониро мегузаронем. бинҷо доктор, албатта кам дар кам ҳолатҳои рӯбарӯ шояд шаванд ки ба шумоён ҳам ҳатто шояд кам дар кам чунин суханҳоро ҳам ҳатто мешунавем ки мегӯянд ки ман чанд рӯз дар беморхона фарзандамро ҳамроҳи фарзандам табобат гирифтам ё фарзандамро табобат гиронидем ва аз он ҷо рохат барои хона рафтан доданд ва боз пас аз 2 ё 3 рӯз боз такроран ба беморхона рафтем. яъне инҷо чӣ амал рух медиҳад доктор? яъне вақте ки ана ҳамон кӯдаки бемор сиҳат меёбад, вақте ки аз ҷониби табиб мегӯянд ки ба модар ё ба падар шумо бояд ҳатман аз рӯи чунин реҷаҳо бояд ба фарзандатон нигоҳубин кунед, чун мебинанд ки фарзанд солим аст, ба хона мераванд, боз модар ба кори худ машғул, боз дигарон ба кори худ машғул, яъне аз ин бармеояд ки боз беморӣ аз нав хуруҷ мегирад ё инҷо чизи дигар аст? шояд дар чунин таҷрибаҳо рӯбарӯ шуда бошед? бисёр вомехӯрем ин ҳолатҳо кади сабаби ин чихел ки гуфтед худатон ҳам ҳозир бисёр омилҳо ба ин оварда мерасонад. Якумаш ин вақте ки мо аз беморхона кӯдакро ҷавоб медиҳем дар ҳолати сиҳатшавӣ ё беҳшавӣ, мо ба кӯдак тавсияи худро медиҳем. чихел реҷаро мо иҷро карданашон, риоя карданашон дар кор, чӣ табобатҳо дар хона гузаронданашон лозим, тарзи ҳаёти солим тавсия медиҳем ва дигар тавсияҳои худро ки мо ба онҳо тавсия медиҳем аз сабаби гуфти рӯсоки человеческий фактор ки хона мераванд, бо кору зиндагӣ машғул мешаванд ва кӯдак мумкин ки беназорат мемонад, ба ҳоли худ гузошта мешавад. ҳамаи тавсияҳои доктор дар вақташ иҷро карда намешаванд. инчунин ман чихеле ки гуфтам, манбаи сироят ин дар кӯдакистону мактаб мебошад. кӯдак ба мактаб меравад, бо дигар намуди сироят тамос шуда бемории навро гирифтанаш мумкин. ман чихеле гуфтам, ин оилаҳи вирусҳо бисёр мебошад ва мумкин ки дар кӯдак давоми 1 сол то 3-4 намуди онҳо хуруҷ ёбад. البته این در نظر والده این همون بیماری است که یک بار اول معالجه گرفته بودند. البته وقتی که مراتب دوم با این یا آن نمودی علامتی بیماری به طبیبان کودک مراجعه میکنند، البته این نمودی دیگری بیماری است، یعنی معلوم است که این سرایت ها من گفتم بله بسیار نمود دارند و احتمالی باز سرایت یا با دیگر نمودی بیماری سرایت و اینجا دکتر بسیار میخواستم اندیشه شما رو آیدی آن تا به بینندگان عزیز رسانیده باشیم که وقتی که میگویند نفران کلان سال یا میان سال یا کهن سال به این یا آن نمودی بیماری گرفتار شدن، حتی با نقاب‌های مخصوص خود را احتیاط میکنند تا اونی که خردان یا اطرافیان بیمار نشده باشند. وقتی که همین کودک به این بیماری گرفتار میشود، باید پدر و مادرانشان چگونه احتیاط کنند تا اونی که از کودک بیمارشان به اهل عائله یا با کودکان دیگر اون نمودی بیماری گوییم خطری نآورده باشد. البته یکی از راه‌های اساسی پیشگیری بیماری این جدا کردن بیماران میباشد. یکم در حالت پیداشوی نشانه‌های اولی بیماری و مادر می پدر می کودک می که بیمار نشود باید آن را به حجره علایده جدا نمایند. اگر شرایطی جدا نمودنی حجره نباشد در همون گردی وای پرده کشند. جای خوب یعنی جای خوبش پرده با پرده می با هم طابق جدا کردند. جدا کرده باید منبع همون سرایت رو جدا نمایند که تا اون به پهن گشتنی همین سرایت با بین عائله اهل عائله وجود ندهد. یکی از راه‌های من باید گفته گذارم راه‌های گزارش دارد بیماری شدید راه نفس. این یکم اساسیش این هوای قطرگی، وقتی صحبت، وقتی عطسه زنی، وقتی سرفه کنی و از راه‌های نفسی بیمار و هوا قطره با قطره ها اون برانگیزنده ها بیرون میبرویند. یعنی اینجا مسافش معین است؟ مسافش
مسافه آن تا 2-3 متر می باشد. برای همین برای سرایت یابی با بیمار در مسافه تا 2-3 متر در مسافه نزدیک وقتی صحبت وقتی ما احتمال سرایت یابی داریم. هرچند که او کودک هم باشه کلانسال گرفتار می شود. کودک کلانسال فرق ندارد. این برانگیزنده به راه نفس وارد شده از همونجا با همون قطره های و بیرون می شود. وقتی که ما همون قطره ها رو نفس میگیریم ما سرایت شدن ما ممکن. دوم این راهش تماسی میگویم در کانتاکت بیتوای میگویم در از اشعه روزگار وقتی که ما همون بیمار جدا میکند خطرهای سرایت شده را در فرش، در روی میز، در روی مبل، در طبقچه و پیاله‌ای که اون استفاده میبرد در آنجا آن نشسته نشمون که وقتی که ما با همون تماس میشویم ما احتمال وقتی دست فشردن وقتی از سچاق و بیمار استفاده بردن ما احتمال سرایت یابی داریم. و اینجا دکتر خیلی خوب قید کردید بعضا ویروس هایی هستند که در حرارتی یعنی از ارگانیسم بیرون ایستادن شاید در دوام 15 ثانیه 20 ثانیه یا 1 دقیقه نابود می شوند. آیا این همچنین است؟ وقتی که دست روی را پاک کرد یا از همون طبق و پیاله‌ای که چای نوشید باید چند دقیقه نفر دیگر استفاده نکنند. عموما من خیلی گفتم همه اشیاءهایی که کودک بیمار علایده شوند کاسه طبقچه ها باید با طور جوشانیدن یا با استفاده موادهای بی‌ضررکننده شیمیایی که در خانه وجود دارد با آنها تازه کردنشان دکا. با این اشیاءها باید دیگه آدم استفاده نکنند و وقت ساعتش نیست. من خیلی گفتم وقتی که قطره جدا می شود در هوا آنها بسیاری آنها نابود می شود لیکن بسیاری آنها باقی میماند و وقتی که خشک شده به زمین میافتد به طور چنگ آنها نگاه داشته میشوند در دوام چند روزها. وقتی که در خانه روی میکنن اون باز میبرد ما با اون رو نفس میگیریم. برای همین یکی از راههای باز پیشگیری این خانه را هواشو نو کردن. یعنی در یک شبانه روز چند ساعت یا چند مرتبه 2-3 مرتبه تا 15-20 دقیقه باید آینه‌های گشاده هوای خانه را باید نو کردنشان داد. یعنی اینجا دکتر خیلی خوب میدونید و ما هم میدونیم وقتی که در خانه کودک هست، طفل است، نبیره هست، البته بابا، مادر کلان یا پدر یا مادر طفلی که حرارت دارد یا بیماری را اثر گذرانده است با آغوش خود میگیرد از لبانش، از رویهایش، از رخسارهایش میبوسد. یعنی از فکر و اندیشه و مصلحت و توصیه های شما برمیاد که اون همه نادرست است. نادرست، البته نادرست. این به پهن شدن این بیماری مساعدت میکند. این رفتارها که چون از محبت و دوستداری میکنن البته آنها از آنها میگیرن وقتی که در تماس آنها به خود سرایت میگیرند. آدمای کلان مثل کودکان آنها ارگانیسمشان با قوت‌تر میباشد آنها بیماری را به طور نهایی گذراندنشان ممکن به طور روی پوش آنها دارای ویروس میباشند لیکن آنها حالت عمومی بدن خودشان بهتر میباشد. آنها فکر نمیکنند که آنها دارای همین ویروس ها. آنها و دیگر کودکان وقتی که با آنها هم مهربانی کنند این بیمار این دیگه واسطه میشود راههای گذریش. و اینجا پس دکتر چی کار باید کنیم که کودکانمون همیشه صحت و سالم باشند؟ البته یکم این خیلی که گفتیم برای انکشاف یابی سرایت سه چیز عامل لازم است. این یکم گفتیم سرایت برانگیزنده، دوم راهی گذریش، سوم این ارگانیسم حساسناک به این سرایت. ارگانیسم حساسناک این گفتیم که کودکایی که مسئولیتشون پست یا که و دیگر عامل ها که با آنها همین بیماری هنگامی وارد شدن آنها در آن نشانه ها پیدا میشد. برای بهتر نمودن حالت مسئولیت کودک عموما ارگانیسم کودک برای بهتر کردن دو نمودی اساسی و هست پیشگیری بیماری. این یکمش
پیشگیری پروفیلاکتیک میگوییم، پیشگیری سپسیفیکی و غیر سپسیفیکی. و پیشگیری سپسیفیکی این داخل میشود امکانی ها که از اساسی بیماری های سرایتی که بسیار پهن می باشد و تیز پهن می شود، با آنها پیشگیری این می گذرانند. کلندری نقشه این گذرانی دارند، از روی همون این گذرانیده انکشاف این بیماری رو پیشگیری میکنیم. دوم نمود پیشگیری این غیر سپسیفیکی، این یکم غذای سالم در کودک، غذای سر و ویتامین، سر مینرال ها شدنش دکار که برای انکشاف کودک اینها همچون مسائل ساختمان لازم می باشند. دوم این بردنی طرز حیاتی سالم، هر روز تا 2 ساعت در هوای تازه با سیر و گشت، با بازی‌های مشق‌های سپورتی مشغول شدنش در کار که ارگانیسم با این آبتاب می‌یابد. اینچنین بردن طرز حیاتی سالم از همه عامل‌هایی که می‌بینیم بد شدن سلامتی، همچنین این پیشگیری استعمال نوشاک‌های اسپریتی، استعمال تمباکو، اینها به سلامتی کودک ضرری خود را می‌رساند و پس نمودن مسئولیت آنها مساعدت می‌کند. خب تشکر زیاد دکتر برای اشتراکتان و باوری کامل داریم که اینطوری چند دقیقه که با هم بودیم و هر فکری خود را، هر مصلحت و توصیه هایتان را برای بینندگان عزیز گفته گذاشتید. اگر از همین گفته هایتان یکی را با خود گیرم و خیلی خوشنود هستید، واقعا برای اشتراکتان عرض سپاس میکنیم. من هم میnnetdar خود را به شما رساندنی هستم. کاری طبیبی نه فقط این طبابت میباشد، یکی از دیگر سمت‌های کاری ما این پیشگیری بیماری میباشد و بلند برداشتن سطح دانشی اهالی میباشد. از همین سبب کمکی شما من نیز به شما تشکر زیاد میگم. تشکر زیاد. و خب بینندگان عزیز و ارجمند، اینجا ما رسیدیم به فرجام برنامه. باقی با امید صحتی و سالمی هر یک شما تا برنامه‌های دیگر خیر و خوش میکنیم. خود رو همیشه احتیاط کنید. خیر.